معاون رئیس دومای دولتی روسیه باریس چرنشوف با بلوگر توجک میهران حاکموف که پاسپورت روسیه رو در ویدیوش دراند پیشنهاد کرد که به وطن خودش برگردد. چرنشوف در تلگرام کانالش نوشت باز یک بلوگر در سبقت به دست آوردن لایک بسیار عقلش رو خورده است. دراندن پاسپورت روسیه این یک عمل خیلی بی‌عقلانه است. اگر او در قلمرو حقوقی و فرهنگی ما بودن نمیخواهد بگذار به وطنش برگردد. میبینیم که اونجا چگونه رفتار خواهد کرد. خراب کردن رمزهای دولتی ما به کسی اجازه داده نمیشود. چون این عملها ظهور صرف ملتگرایی معیشی است. چرنشوف در رهبری دوم از حزب لیبرال دموکراتی ولادیمیر ژیرینوفسکی نمایندگی میکند. این حزب با شعارهای ضد مهاجرانش نام برآورده است. یادآور میشویم که بلوگر 22 ساله زاده تاجیکستان میهران حکیموف روز 2 فوریه الکی یک روز بعد در شبکه تیک تاک نشر کردن ویدیوی دراندن پاسپورت روسیه در یک ویدیوی دیگر از مردم روسیه برای آن کارش عذر پرسید. ویدیوی دراندن پاسپورت روسیه 1 فوریه در صفحه این بلوگر در تیک تاک نشر شد، ولی این ثبت بلافاصله بعد آن که به مؤلفش توجه نشان دادن مقامات حفظ حقوق روسیه فوق کرده شد. میهران حکیموف هنگام عذرخواهیش گفت این شناسنامه یک دوست وی بود که مهلتش الکی تمام شده بود و دوستش از وی خواست که شناسنامه را بدراند تا یگان کس نتواند آن را استفاده برد. جریان دراندن حجت را آنها به نوار گرفته ویدیوش را در محضر عام در تیک تاک گذاشتند. حکیموف در ویدیوی نوش گفت میخواهد از تمام مردم روسیه برای خطاهای صادر شده صمیمانه عذر بپرسد. سال گذشته یک هجویه‌نگار از بلاروس را برای شوخی ناجایش نسبت به مردم روس عمرباد از روسیه پیش کردند. همین طور یک ساکن قرقیزستان حتی به روسیه نرفته برای حملهش به یک دختر روس در بشکک نیز عمرباد از حق عبور قلمرو روسیه محروم کرده شد. رفتار میهران حکیموف را بسیاری از کاربران تاجیک نیز محکوم کردند. به باور آنها این بلاگر کل 1 میلیون مهاجر تاجیک را در روسیه زیر ضربه قرار داد، چون که چنین عملها به مناسبت چه مردم و چه مقامات روسیه نسبت به تاجیک‌ها تأثیر منفی میرساند.